دادگاه عالی تاجیکستان دولتبی خیرزاده معاون سابق رئیس آژانسی ضد فساد و یک مفتش سابق همین نهاد را به 10.5 سالی به زندان محکوم کرد. به گفته مقامات این افراد به رشوه‌خواری و سوء استفاده از مقام گناهکار دانسته شدند. از بس که این پرونده ها و عموما این مرافعه ها که پشت درهای بسنی مخفی ادامه دارد، مقامات دادگاهی و حتی حقوق شناسا و وکیلان مدافع اینها حاضر نشدند که در رابطه با جزئیات این پرونده ها شرح دهند. از این پیشتر مقامات آژانس ضد کروپسیا در یک نشست خبری اعتراف کردند که در واقع 10 نفر از کارمندان سابق و حاضر آژانسی با اتهامات گوناگون به جوابگری جنایی کشیده شدند. بین کمیته دولتی امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان یا اینکه پروکراتورای گنرالی با آگنتی یگان خیلی خصومت جوی ندارد. پرونده جنایتی نسبت 10 نفر کارمندان سابق و عملکننده آگنتی تفتیش به اتمام رسید. خیلی همه شما آگاه هستیم در بررسی سودی قرار دارد. از دیگر یگان کارمند آگنتی مورد تعقیب تفتیش جنایتی قرار ندارد. مرافع نخستین 10 کارمند بازداشت شده آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان روز 19 ایول در دادگاه عالی آغاز شد. در کرسی عیبداری در برابر آنها همچنین 3 کارمند خدمات گمرک و دادستانی کل تاجیکستان نیز نشستند. به گفته مقامات همه 10 نفر کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسیا به قلابی، گرفتن پاره و جنایت‌های دیگر متهم می‌باشند. طی تقریبا نیم سال این پرونده ها ورد زبان هم وسایل اخبار بود و هم مردم بود که کارمندان مسئول آژانس ضد کروپسیا بازداشت شدند و حالا در کرسی عیبداری نشستند. حالا تنها 2 نفری که برای ما معلوم است آنها روانه زندان شدند، اما افراد دیگر فعلا مرافع آنها ادامه دارد، از جمله فیروز خالمرادزاده، فردوس عبدالغفارزاده و نفرهای دیگرایی هستند که هنوز دادگاه عالی تاجیکستان در نسبت آنها نیز تنها با ماده 319 پرونده را محاکمه پرونده را ادامه داده ایستاده است و با همین خلاصه خود را در روزهای نزدیکترین بیان خواهد داشت.